سلام به بینندگان عزیز فرح فرنیا. قسمت اول کتابم را که واقعی که در زندگی برام اتفاق افتاده را به طور مختصر براتون شرح میدم. قدیما در خانه پدر بزرگا اول یک در بسیار بزرگی بود که 2 تا در خیلی سنگین به طرفش بود و 2 تا کلون خیلی مستقیم خیلی سنگین هم روی هر کدوم از درا بود و هر دو در هم یه سکو بود، یه سکو این بر و یه سکو اون بر، و بعد این وارد یه هشتی میشد. اون وقت در اصلی خانه یا یه خانه یا 2 خانه در اون هشتی بود که خانه پدری من از اونجا شروع میشد و با اینکه 2 تا مستخدم داشتیم، یکی به نام بونجان و یکی هم به نام گلستان، اینا مشغول کار خودشون بودن، مثل امروز نبود که خیلی مواظب بچه ها باشن. مادر منم که در اون زمان که هیچ زنی، بیشتر زنها خانه نشین بودن و تحصیلات اونجوری نداشتن، مادر من هم آموزگار بودن و خب توی یک شهر کوچیکی خیلی مشهور بودن. یه روزی که من نشسته بودم روی اون سکو، یه خانمی اومد و به من گفت که مامانت منو فرستاده که منو ببرم تو مدرسه پیش خودش. منم با خوشحالی بدون اینکه خبر بدم به اهل خانه دست گذاشتم تو دست اونو راه افتادم. این خانم من برد یه جایی و سوار از کوچ پس کوچه ها گذراند و رسید به خیابون و منو با هم سوار یه درشکه شدیم و یک مسافتی رو دور شدیم از خانه و از آبادی در اون خیابون. اونجا منو پیاده کرد و من هیچ عقلم نمیرسید که بگم مادر من هر روز با درشکه میره سر کار. به هر حال پیاده شدیم و این به درشتگی به درشکچی پولشو داد و درشکه هم از ما جدا شد. و بعد این خانم با بیرحمی این گوشوارهای من رو که اینا رو دوخته بودن که کسی که نیفته، به اصطلاح از گوشم نیفته، این 2 تا رو چون نتونست باز بکنه با بیرحمی از گوش من کشید، به طوری که گوشای من پاره شد و خون سرازی شد و گفت که باش اینجا تا به مامان خبر بگم بیا. بعد خب اون موقع هم که تلفن و این چیزا نبوده، روابط ارتباطی مثل الان که نبوده، هیچ کس خبر از هیچ کس نداشته. وقتی که میفهمن من نیستم، هر کدوم از اهالی خانواده از یک راهی میرن تا اینکه بگردن منو پیدا بکنن و اصلا پیدا نمیکنن، چون هر جا میگردن نبوده و همه خیلی ناراحت و ناامید بودن. تا اینکه اون خانم به یکی از اینایی که داشتن دنبال من میگشتن میگه که آره من یه دختری رو دیدم توی این خیابون تنها افتاده بود و اینا. اون آدم فوری میره به اون طرف خیابون و خلاصه من که بیهوش و بیحال از گرسنگی و از درد افتاده بودم منو بغل میکنه میاره خونه و بعد هیچی دیگه. این سرگذشت من بوده در اون زمان 4 سالگی که من به اصطلاح دزده شدم و باز هم پدر و مادرم همه خدا رو شکر میکردن که خدا رو شکر که خودش که بلای سر خودم نیاورده، حالا گوشوار به جهنم. و خلاصه این داستان اول زندگی من بود. امیدوارم که شنونده ها گوش کنن و حیرت ببرن و تصور کنن که در اون زمان مثلا یه گوشوار چند قیمتی چقدر ارزش داشته که یک همچین زن بیرحمی بیاد این کارو بکنه. خدا نگهدارتون انشالله تا قسمت بعد که دوباره خدمتتون از کتابم براتون میگم. همه در پناه خدا باشید.